اون بچه‌ها چطورید؟ چند روز نبودیم ببخشید. رفته بودیم سفر. دیگه برگشتیم به زندگیمون. اوف پسر هوا خیلی گرمه. هر کی دوش میگیرم بیفاید است. باید کلن توی آب بشینی. بچه‌ها شما اگه جای ما بودید به این همه پشم چیکار میکردید تو این گرما؟ لخت میشدیم. هی اکبر بزن شبکه 3 ببینیم چه خبره. داداش اینا منظورشون ماییم. ما گوریل نمیخوایم. آدرس میخوایم. ما گوریل نمیخوایم. آدرس میخوایم. داداش فکر کنم ویدیوهای ما رو مردم دیدن. وگرنه چرا باید اعتراض کنن؟ زود باش باید یه فکری کنم اکبر. داداش من یه صداهایی میشنوم. انگار مردم اومدن داخل جنگل. ای وای حالا چی کار کنیم؟ زود باش پسر، باید بریم بیرون و برسیم به بالای تپه. اگه مردم بالای تپه باشن چی؟ وای مثل اینکه ما رو دیدن. باید سریع از اینجا بریم. ای شما دوتا پشمالو، شماهایید که دارید حق مردم شهر ما رو میخورید. بچهای ما رو هم ترسوندید. بیاید جلو باهاشون کار داریم. باورم نمیشه. آخه ما با اینا چیکار کردیم؟ نمیدونم داداش. نزارید اونا ولاگ بسازن. بیاین جلو. ای وای داداش دارن میان. بدو پشت سرتو نگاه نکن، فقط بدو. Oh no, brother! They are coming! Run! Oh, don't look behind you. Just run. پاشو اکبر بی خیالش شو. وای ما رو ول کنین. عقب برید. وای داداش خیلی زیادن. راه رو باز کن زود باش. کوه آتش فشان فعال شد. از این بهتر نمیشه. وای بیچاره شدیم. باید برگردیم به شهر وگرنه هممون میسوزیم. آقا ملت گدازه رو دیدن در رفتن. ما رو تنها گذاشتن. خدا رو شکر حاجی. اینا میخواستن ما رو بکشن. بچه‌ها تا حالا مواد مذاب از نزدیک دیده بودین؟ چقدر داغه حاجی. خب بچه‌ها اینم از ولاگ امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خداحافظ شما.